سلام، من آراز از وبسایت araz.me. امروز میخوایم با هم یه دونه وب جی آی اس، ولی این بار با پایتون نه، با نست جی اس درست بکنیم. خب آموزش گام به گامه ساخت یک وب جی اس خیلی ساده. یه چیزی که میخوام فقط صرفا درگیر بشیم با سمت سرور و کلاینت. حالا لیفلت هست، یعنی سمت کلاینتمون، یعنی وب جی اسمون روی لیفلته. با نست جی اس کار خواهیم کرد. و WKT هم که همون ولنا تکست هستش که یک فرمتیه OGC رو اندازی کرده که تا ما بتونیم به راحتی اشکال هندسیمون رو در یک فرمت استاندارد ببینیم. حالا یه چیز مثلا WKT مپ میخوایم درست بکنیم، خیلی بهتر از اون، خیلی حرفه‌ای تر از اون. حالا ما اینجا یه نقطه ای رو میزنیم، بعدن رو سایت خودمون هم یعنی اون اپلیکیشنی که خودمون درست کردیم بعدن تستش میکنیم. اوکی، کل آموزش در اختیارتون قرار خواهد گرفت، از راه اندازی گرفته تا حالا کار پیشرفته‌ای که داره، قسمت فرانت اندش، پارسرش، یه توضیح میدم که بعداً خودتون بتونید ازش استفاده بکنید. خب ما میخوایم WKT، یعنی در فرمت WKT که حالا من اینجا مثلا این رو بهش بدم و بیاد اوکی اینجا کلیک بکنه و بگه که بله مثلا این لاتولانگی که شما دادی به اون طول عرض جغرافیایی دادی موقعیتش اینجاست. خب گفتم WKT پوینت لاین استرینگ و پولیگون ها رو میگیره. بس ما اینا برعکسه، ببخشید اینا برعکسه. براوزر میاد از API استفاده میکنیم، پارس میکنه و تبدیل میکنه به جو جیسون و روی ریفلت مپ میخواد برامون نشونش بده. خب نست جی اس، لیفلت و حالا برای پارس کردن WKT استفاده میکنیم. همه این موارد عرض کردم خدمتتون به راحتی میتونید کپی بکنید، پست بکنید و همه ماژول ها، حتی کد های هر ماژولی به دقت نوشته شده، تست شده، میتونید کپیش بکنید و ازش استفاده بکنید. خب این قسمت کد های ما هستش. پارس WKT پارسر هستش که میاد پارسش میکنه و تبدیلش میکنه به جو جیسون تا بتونیم روی لیفلت لودش بکنیم. پس کد ها رو مشاهده میفرمایید، کنترلر هایی که نوشته شده و سرآخر هم اند پوینت های ما که یک تستی میزنم. من عرض کنم خدمتتون مثلا میام روی این WKT یه تستی من بزنم با کدا. خب اوکی، این قسمت حالا تهران، من URLش رو پاک بکنم و این URL رو بیارم براش. اوکی API و بله میایم میگیم که جیو به ما نشون بده این کجاست، یا آرزه طول عرض جغرافیایش اینه، حالا محلش اسم نداره و پوینتش هم به همین حالت. خب اون مقداری که ما داده بودیم از اینجا الان برش دارم، میام اینو به ما نشون بده، ببینیم مثلا این کجاست و درسته یا نه. پوینت، ببخشید این مقدارش رو من با پوینت بردارم WKT. اوکی و این قسمت هم قرارش بدم بله بخونیم، بله اینم درسته و جیومتریش پوینته و میتونیم به راحتی پارسش بکنیم. خب از URL های دیگه ما بیاییم حالا ولیدیتش رو نگاه بکنیم، مثلا ولیدیت هست یا نه، حالا درسته یا نه. این قسمت پاکش کنم دیگه، حالا رو یک بار دیگه ننوشتم، رو سخت بکنیم. اوکی بله رفت URL ما رو خون و این آرزه‌ای که ما داشتیم اش کرد و تهران هستش. حالا من مقداری که اینجا خودم دارم رو بهش بدم ببینم کجا رو برای من میاره. اوکی پوینتمون پاکش کنم و پوینت خودمون رو بدم. بله بازم مقدارم رو بسیار عالی. اوکی بریم و نقشه‌ای که سرآخرین کار کرده وب جی آی اسی که ما داریم
به همین حالت هستش. ما بیایم اینجا پوینتمون رو بهش بدیم. حالا بگیم که ارومیاست، به ما نشون بده کجاست. بله ارومیه. حالا با رنگ قرمز نشون بده. اینجا اطلاعاتش رو آورده. حالا یه خط، حالا مثلا بگیم ما این خط رو بذاریم اینجا. اوکی. بیایم اصلا ما خودمون لاینی رو بکشیم. اوکی. آها. این مقدار رو بهش بدیم. تستش میکنیم. پاک کنم من. پاک کن. با رنگ بله بسیار عالی. پس ما تونستیم به راحتی یک وب جی آی اسی رو که بیاد مقدار WKT رو بگیره راه اندازی کردیم. کل این پروژه لینکی که در خدمتتون ارسال خواهم کرد وجود داره. از API گرفته، هر کدوم از API توضیحات کامل وجود داره و تست به حالتی هستش. مرورگر، سمت مرورگر یا با پستمن خیلی راحت میتونید تستش بکنید. قسمت های پیشرفتش هم هست که حالا اینها رو میتونید خودتون دیگه انجام بدید. قسمت از استفاده کنید از اکستنشن PostGIS، از دیتابیس خیلی محبوب Postgres SQL که حالا اگر خواستید بیایید و پوینت هایی که داشتید یا مثلا فیچر هایی که داشتید رو تو دیتابیستون اضافه بکنید. حالا امکانات جستجو بهش بدید و موارد پیشرفتی که حالا خودتون خواستید این وب جی آی اس رو به صورت حالا از کنم خدمتتون پیشرفته تر یا حالا توسعهش بدید. میتونید کارهای مختلفی که نیاز دارید رو روش انجام بدید. به راحتی میتونید تو قدم های بعدی احراز هویت درست کنید براش یا حالا با دیتابیس PostGIS درگیرش بکنید، جستجوی مکانی بهش بدید و بهترش بکنید، توسعهش بدید. من کدها رو تو گیت هاب قرار میدم، لینکش هم قرار میدم، اسلاید ها هم قرار میدم. خودتون دست به کد بشید و هر چقدر کد بزنید به راحتی میتونید وب جی آی اس مدل خواهتون رو پیاده سازی بکنید. این آموزش هم در اختیارتون هست، میتونید هر لحظه بهش مراجعه بکنید و ازش بهره مند بشید. متشکرم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.